پس شما با آقای رسایی موافقید؟ تو مجلس گفت باید آقای همتی استیضاح نه، باید محاکمه شه. قطعا باید محاکمه بشه ایشون. آقای دکتر بفرمایید. اصلا قرار باشه استیضاح یعنی چی؟ شما اومدی 50% پول ارزش پول ملی مردم رو تو یه حرکت ریختی تو جیب یه مشتی صادر کننده یا اسپانسر یا هر چی که میخوای اسمشو بذاری، بعدم بگیم خب خوش اومدی برو. کشور رو با یه بحران درست کردی، میخوای بری کجا بری؟ من بارها گفتم یک بار تو این کشور که افراد یه نفر باید جوابگوی اشتباهی که میکنه باشه. یک بار اگر یک از اینا محاکمه بشن دیگه بعدی‌ها حساب کار خودشون میکنن. این که نمیشه آقا بزنه در رویی که نیست که. این چقدر سهم آقای فرزین در بانک مرکزی و چقدرش به آقای فرزین به حضرات گفته آقا بنده رو نگه دارید، هر چی گفتید چشم. به همین خاطر است که آقای همتی از روزی که آمد اولین حرفی که زد این بود که تورم به من ربطی نداره اما ارز باید بره بالا. آقا اگه تو نمیگی ارز به من ربطی الان میگی نداره، 15 بار 12 بار راجع به افزایش لزوم افزایش ارز صحبت کردی. ضمناً مگر فرزین از زیر بوته پا شد اومده شده رئیس کل بانک مرکزی؟ مگه تو به عنوان وزیر اقتصاد مسئول معرفی رئیس کل بانک مرکزی نیستی؟ چطور میتونی بگی من نمیدونم؟ بلکه تو میتونی بگی آقا رئیس سازمان مالیاتی اگر کاری کرد به من ربطی نداره که، چون هیئت دولت تعیینش میکنه تاییدش میکنه. تو داری معرفیش میکنی، رئیس کل بانک مرکزی رو تو معرفی میکنی، تو مسئولی. یعنی ببینید الان مسئله این است که یا باید رئیس جمهور و کل دولت جوابگو باشن اگر میگن به همتی ربط نداره، چون همدون آقای 16 رو گذاشتید و همدون تصویب کردید کاری که اتفاق افتاده، یا خود آقای همتی رو قربانیش کنید.